هر شب از سینه من تیری بلا می گذرد. تو چی دانی که در این سینه چی ها می گذرد. هر شب از سینه من تیری بلا می گذرد. تو چی دانی که در این سینه چی ها می گذرد. اگر سنگ بود طاقتی آتش نبود. هرچی از غمزگی او بر دل ما می گذرد. دل اگر سنگ بود طاقتی آتش نبود. هرچی از غمزگی او بر دل ما می گذرد. هر شب از سینه من تیری بلا می گذرد. تو چی دانی که در این سینه چی ها می گذرد. هر شب از سینه من تیری بلا می گذرد. تو چی دانی که در این سینه چی ها می گذرد. عاشقان را همون از پای نظارگی توست. شب هزاری و سحر گاه بعد دعا می گذرد. عاشقان را همون از پای نظارگی توست. شب هزاری و سحر گاه بعد دعا می گذرد. هر شب از سینه من تیری بلا می گذرد. تو چی دانی که در این سینه چی ها می گذرد. هر شب از سینه من تیری بلا می گذرد. تو چی دانی که در این سینه چی ها می گذرد. انا همین سرود و انا همین صدا نیز ما را به شهر لیوکند آورد تا صاحبش را پیدا نماییم و به خاطر شما بیننده عزیز برنامه را آماده سازیم و میگیم که قهرمان انتخاب نموده ماست در برنامه هنرمند خوش صدا خورشید شاکر. در دیدار می زیدر دیدندان بدتره. ای خوابی سری زی کندنی جان بدتره. ای در دیدار می زیدر دیدندان بدتره. ای خوابی سری زی کندنی جان بدتره. ای هر کس کی به خوابی سحری دین بنده ده یاره.
ای از کافری گبرینا مسلمان بدتر ای از کافری گبرینا مسلمان بدتر یاره ای فریاد زنم هاره کند کو هاره ای شاهی شوم و سر کنم دنیا ره ای فریاد زنم هاره کند کو هاره ای شاهی شوم و سر کنم دنیا ره ای من شغل شوم به حالی خود گریه کنم یاره جانه ای از تنگی گو رو کل فتای دنیا ره ای از تنگی گو رو کل فتای دنیا ره یاره ای عمرم بیگذشت عمری دیگر نیست مرا ای بیگذشت جوانیم خبر نیست مرا ای بیگذشت جوانیم خبر نیست مرا ای بیگذشت جوانیم در آمد پیری یاره جانه ای راهم بگریفت راهی دیگر نیست مرا ای راهم بگریفت راهی دیگر نیست مرا یاره سلام شما رو با برنامه خوش آمدید بگیم و میگوید که چی سرود بود که خورشید شاکر روی صحنه هنر میان مخلصان معرفی کرد. اول سلامت باشن. راستیگه بسیار سرودو گفتیم در فصل مادر، در وصف وطنم، در وصف نوروز، در وصف همه چی باید گفتیم. عشقی هم لیکی اولین سرودی بود که در وصف عشقی بود. سرودی ای عزیزم بعدی مرگم ناله و فریاد کن. همین سرود ما را در بین خلق مقصد که شناس کرد. ای عزیزم بعدی مرگم ناله و فریاد کن، از دو رخسارت همه گل چیدنم را یاد کن. گرچه شادی زندگی ناخورده خاکم میکند، از لبانی شیرینت بوسیدنم را یاد کن. تشکر میگیم و بسیار مخلصان نیز سوال رو میدهند و میگن که چرا سالهای آخر خورشید شاکر روی صحنه هنر یعنی طریق سیما و صدا کم سرودخوانی میکنند؟ چی سبب باشه؟ روسیه نه هستیم خیلی ممکن تماشا نمیکنن یا که مخلصایی هستن که تو یکم باید خوب نگو گوشت نمیکنن. نیکی خیلی کم بسیار نیو هستیم کم رفت در خونه خیلی چیزا گذشت برای همین بود خیلی بود ما شدیم باید گفتیم کار میکنیم میدیم که فرهنگ داریم. صحن باغ و گلشنی من بوی مادر میکند، هر لباسی خانه من بوی مادر میکند.
سالها آسوده بودم در کناری گرمی او، سالها آسوده بودم در کناری گرمی او، بیستر و بالین مسکن بوی مادر میکند، بیستر و بالین و مسکن بوی مادر میکند، بوی مادر میکند. خورشید شوکیروف یک نفری است در ساحه فرهنگ، در جاده هنر، هنرمندی به همتایی که امروز در تمام مناطق کشور عزیزمان جمهوری تاجیکستان جا و مکان خود را در ساحه فرهنگ یافته است و البته که در همه چورابینی‌های فرهنگی و سیاسی در شهر لوکان که میگذرد ما از ایشان مصلحت‌ها میپرسیم. به نهایت یک دیدی نو، یک پیشنهادهای نو در چورابینی‌های فرهنگی عموما همه طرفه، همه جانبه خورشید شوکیروف یک هنرمندی به همتو است. هر یک هنرمندی که روی صحنه هنر میبراید و سرود میسراید حتما برای نفر سرود خود را میبخشد. تا به روز خورشید شوکیروف برای نفر سرود سراده باشد. سرود برای نفر، برای خیلی بسیار دخترها خوندیم. سرود از محبت دوستداری از مادر، برای مادر خوندیم، برای پدر خوندیم. در سرودها هم هست نامشون هست گرفتگی مقصد. مثل از اون سرودها رو برای مخلصان بسراید اگر مخفی نباشد. سلامت باشید. تو مرا دردی جگر خون کردی، در هوای عشقت افزون کردی، تو بسد حیله و نیرنگ و جفا، اشکی غم از دیده بیرون کردی، اشکی غم از دیده بیرون کردی. گدای نازکی های تو گردم، گدای چشمیشه لای تو گردم، چی خوش است نازی تو زرین جانم، گدای نازی لب هایت بگردم. بیشتری سرودهای خورشید شوکیروف در وصف چکن و گل و گلدختران و به نهایت سرودهای پرمضمون و سرودهایی که خورشید شوکیروف میسراید به نهایت متنهای خوبند. امروز جامعه درک جامعه قبول دارد همین گونه سرودها رو. به همین خاطر مخلصان خورشید شوکیروف بیشتر و بیشتر تلاش میکنند که همه روزه سرودهای نو و تازه خورشید شوکیروف را از تمام فیته فروشی های به طریق آینه نیوگون دسترس کرده تماشا نمایند. تا با این روز پیروی به کدام هنرمند کرده؟ هنر کدام هنرمند را قدر می‌کنید؟ بسیار هستن هنرمندای خوب از جهان هم هستن، از پیران سالا هم. راستیگه اول بابای اودینو اوشیما من گوش میکردم. خیلی موری زمانه خطی مقصد که هر خیل کدن در کرده مقصد که و با حافظ که گوشت کنم. دیگه هم اساس مخلصی بابا اودینو بودیم. دست شما رو در جدای هنر که گرفته است؟ آیا در عائله بود نفری که همین هنر رو داشت؟ نه، در عائله من نبود نفر. پدرم مینواخت کم کم ماندارین مینواخت. دیگه هم کسان رو خیلی اون نصیب مدر ما یک استاد دیگه داشتیم خورکشف شادمان میگفتن. انسامبل عائلوی داشتن. جگ مینواخت من میرفتم میشتم و جگ تماشا میکردم مینواخت. همه اسباب موندگی را یک تایی میزدم. جنگ میکرد میگفت یک تشب قبل یک تشب نبود. هم یک اکاردیون خبیدم. اکاردیون مینواختم. اون استادا را راستیگه همه را بسیار تماشا کردیم یاد گرفتیم. خب کم کم رفت. دل بیا یک دم بکن یادی فلک، دل بیا یک دم بکن یادی فلک، خاطری ما تا شود شاد از فلک. گر فلک صد خانه را ویران کرد، گر فلک صد خانه را ویران کرد، صد هزاران دل شد و باد از فلک.
صد هزاران دل شده باد از فلک. تشکر میگیم برای یک سلام. صحبت صمیمی و چون انجام این برنامه است به خاطر بینندگان چی میگه و پیش خود این روز چی مقصد گذاشته؟ سلامت باشن. اولا همه وقت تا همین وقت با مخاطر مخلصا سرایدیم. در نصیب باشه با در یکم تالار کنسرت میگذاریم برای مخلصای خود. سلامت باشن برادرها، مخلصای عزیز. چیزی میکنیم در همین دنیای برای مخلصامون میکنیم ما. بار دیگر تشکر میگیم و بینندگان عزیز تا به این لحظه آن فرصتی که ما در اختیار داشتیم نیست به انجام رسید. برای شما خانه آباد و روزگاری آسوده را تمنا داریم و مهمان ما بود هنرمند خوش صدا، هنرمند شناخته خورشید شاکر. تا برنامه دیگر خیر.